گاهی تدوین خوب کاری میکنه که اصلا متوجه تدوین نشیم. حتی ممکنه فیلم اشتباهاتی داشته باشه اما تدوین اجازه نده این اشتباهات به چشم بیاد. توی درباره الی چند نمونه جالب از این اتفاق رو میبینیم، از یک تیتراژ خلاقانه و بازی با تصویر تا کاتری که چیزی رو از چشم ما پنهان میکنه. توی این ویدیو میخوایم 3 تا از این موارد رو با هم ببینیم و ببینیم چطور یک انتخاب تدوینی میتونه چیزی رو که جلوی چشم ماست از دیدمون پنهان کنه. سلام، من محسنم. توی قسمت اول تحلیل تدوین درباره الی میخوایم بریم سراغ چند تا جزئیات که شاید در تماشای معمولی فیلم اصلا به چشم نیان، اما وقتی کات‌ها رو دقیق تر نگاه کنیم داستان جالب تر میشه. اگر تصویر فیلم رو کمی متفاوت از حالت اصلی میبینید، یعنی حالت آینه‌ای داره، اگر دقت کنید به خاطر مسائل مربوط به کپی رایت یوتیوبه، چون بسیار سخت گیره و منم مجبور شدم تصویر رو آینه‌ای کنم. بابت این تغییر کوچیک عذر میخوام و امیدوارم در روند تحلیل مزاحم تماشاتون نشه. خب بریم سراغ تدوین درباره. اول از خود تیتراژ شروع کنیم، چون همین چند ثانیه اول یک اتصال تصویری خیلی جالب با اون برقرار می‌کنه. متوجه اون نکته خاص توی تیتراژ شدید؟ خب میدونید این قسمت شکاف صندوق صدقات هست و این احتمالاً سکه‌ای که در داخل صندوق قرار گرفته و این نوری که میبینید بازتاب نوری که از بیرون بهش تابیده شده. تدوینگر خیلی هوشمندانه اومده این رو ببینید در همین نقطه، میبینید دقیقاً در همین جا اومده یک دیزالو خیلی نرم، یعنی یک برهم نمایی تصویری خیلی نرم برقرار کرده و شکاف صندوق صدقات رو مبتنی کرده بر نوری که به دیواره داخل تونل برخورد کرده. یعنی این کشیدگی بصری علاوه حالا در واقع نوری که اینجا میبینیم، این فرمش که حالت کشیده داره خیلی قشنگ دقیقاً برهم نمایی شده به اون شکاف صندوق صدقات و اگر دقت کنید همینطور که فیلم جلو میره در واقع این سکه ما تو همین برهم نمایی فید میشه و ما در واقع میریم و با اولین صحنه فیلم که اون جیغ کشیدن های اون کاراکتر و شخصیت های فیلم هست مواجه میشیم. من به نظرم این پیوند بین تیتراژ و فیلم یکی از زیباترین پیوندهایی است که من حالا در ذهنم به یاد دارم. خب در اینجا یه چیز خیلی ساده رو میبینیم که فیلم چند بار ازش استفاده میکنه. در نه فقط به عنوان بخشی از صحنه، بلکه به عنوان فرصتی برای عبور از یک نما به نمای بعدی، شاید برای عبور از یک سکانس به سکانس بعدی. این صحنه رو با هم ببینیم. میذارمش دستشویی. دیدیم؟ ببینید به محض اینکه حالا این شخصیت ما خانم الی اینجا در ماشین رو میبنده، همزمان با بسته شدن در و صدای بسته شدن که البته ما دیالوگ‌ها هم داریم قبول، اما به محض بسته شدن در و صدای در ما کات داریم به این صحنه که در واقع شوهر سپیده حالا آقای حقیقی اینجا حالا داره یک در واقع سبدی رو از پشت ماشین در میاره. دقت کنید یه بار دیگه صدا رو دیدید؟ اگر اشتباه نکنم 2 تا در، صدای بسته شدن 2 تا در ما داریم. احتمالاً خب یکیش حالا همین در بوده و حالا دری که حالا شخصیت دیگه حالا سکتی یا کس دیگه تو این در واقع جمعیت انجام داده. یه نکته هست، ببینید ما تو بحث تدوین تکنیک حالا یه قاعده‌ای داریم که گاهی اوقات برای نرمتر شدن اون برش، خب این خیلی یک چیز کاملا شایع، اصولی و درستی. گاهی اوقات صدا رو حالا بستگی داره، صدا رو یا جلوتر اجرا میکنیم یا عقب‌تر. یعنی مثلا میگم صدای نمای بعدی رو زودتر از خود تصویرش در انتهای نمای اول شروع میکنیم یا برعکس صدای نمای اول رو بیشتر از تصویرش ادامه میدیم و در
چند فریم نمای دوم اون رو پخش میکنیم. میبینید بسته شدن صدای در چند بار تکرار میشه. خب این صحنه رو ببینیم با هم دیگه. تو 3 روز. پس چی؟ این چه اتفاقی افتاد؟ ببینید سپیده میاد، حالا داره در حال صحبت با الیه، میاد در رو میبنده، همزمان با بسته شدن در و صدا ما کات میزنیم به پاترولی که داره در واقع داره حرکت. یه نمونه دیگه حالا یکم متفاوت تره. ببینید شروع نمای دوم خب با در واقع نمای اول، اگر ما اینو نمای اول در نظر بگیریم خب میبینید که این حالا پسر رفته داره قفل در رو وا میکنه و دری هم اینجا باز نمیشه، یعنی ما یک نمای ساده داریم. اما نمای بعدی با صدای باز شدن در سمت راننده توسط سپیده اتفاق میفته، یعنی یک اوورلپ، ما یک چند فریم، یعنی کمتر از 1 ثانیه ما صدای در رو داریم اینجا. خب این روی خب ذهن تاثیر داره دیگه و به محضی که ما چند فریم از این صدا رو میشنویم بلافاصله کات میخوره به دری که داره باز میشه. ببینید یه بار دیگه دیدید صدا رو یک تقی میکنه و در باز میشه. ببینید در این چند صحنه که با هم دیدیم محوریت در بود، درسته؟ حالا باز و بسته شدنش و صداشون اینا منتها تکراری نیستن، یعنی هر کدوم یک مدلن. این خودش در واقع تنوع ایجاد میکنه. اگر قرار باشه ما فقط مثلا بگیم آقا هر جا در باز شد یا هر جا در بسته شد مثلا من کات بزنم، این اشتباهه. باید ببینیم که پلان اون صحنه، حالا اون برداشت چه ویژگی هایی داره، چطور میتونیم چند نمایی که در واقع گرفته شده رو به هم دیگه پیوند بدیم. اینجا در این حالا سکانس رسیدن به ویلا و پیاده شدن از ماشینا یک همچین پتانسیل رو داشت و داره که خانم صفیاری تونسته از این به خوبی استفاده کنه. این صحنه رو با هم دیگه ببینید، این در واقع نما رو، صحنه که نه نما ببینید احمد شهاب حسینی در سمت خودش رو میبنده، ببینید دستشو داره در رو هل میده. خب یعنی ماشین پیاده میشن، به محض اینکه حالا صدا میاد یه چند فریم بعدش ما به این 2 نفر برش میخوره. یه بار دیگه از اول دیدی؟ خیلی در ادامه این خانم رعنا آزادی ورخب میاد در رو باز کنه که پیاده شه. خب یک کات خیلی، حالا من خیلی از این برش و این هوشمندی خانم صفیاری خوشم اومد. این یه دونه خیلی برای خود من جذابه. اینجا رو ببینید، من خیلی با صدا کاری ندارم. ببینید شهره اینجا خب داره یه چیزی میگه، در رو باز میکنه. ببینید کات چه اتفاقی افتاده براش. ما اون قانون با باز شدن در و صداش کات به نمای بعدی رو داریم یا خب، ولی ببینید نمای اول که این نما باشه میره جلو، من فریم به فریم میزنیم. خب کات رو یعنی نمای دوم با یک همچین تصویر ما روبرو میشیم. یعنی تدوین این اتفاقی نیست، تا تدوینگر اومده نمای دوم رو از در واقع همچین فریمی شروع کرده. حالا این چیه؟ حالا یکی از اون شخصیت ها، یک رهگذری که در واقع رهگذری که نمیشه گفت، حالا همون شخصیت های تو اون پیاده شدن ها که دارن به سمت در ویرا میرن، حالا مثلا جای دورین عبور کرد، یعنی میزانسن اینطوری بوده، میاد از عبور یکی از شخصیت ها یا یک شخصی به عنوان یک ترانزیشن و یک انتقال بصری طبیعی عمل میکنه. ببینید اینجا رو، این تا اینجا خب نمای انتهای آخرین فریم انتهای نمای اول، درست؟ فریم ابتدایی نمای دوم، درست؟ فریم بعدی، فریم بعدی، فریم بعدی، فریم بعدی، همینجوری. ببینید الان ما الی رو داریم که داره حالا در سمت خودش رو باز میکنه، یعنی شهره اینجا در رو باز میکنه، کات
به دری که سمت الیه. منتها بین این دوتا نما ما یک انتقال بصری طبیعی داریم. چرا میگم طبیعی؟ به خاطر اینکه تو ذات خود نماست، یعنی با گذر یک حالا شخصیت از جلوی قاب ما این برش رو هم جذاب کرده، هم به نظر من خلاقانه کرده، هم متفاوت کرده، هم نرمش کرده. به دل من خیلی نشست. حالا ما صداش هم بذارید درست کنم که حالا با صدا ببینیم چند بریمشون. دیدید این دوتا در با هم دیگه همزمان باز میشن ولی در ادامه هم دیگه و این انتقال بصری جذاب رو شاهدید. ببینید خیلی نرمه، نگاه کنید با دیگه. این همزمان با صدای در و همون اندازه هم طول میکشه. این یکی از زیبایی های این پلان هست. خب حالا بریم داخل ویلا. اینجا رو با هم ببینیم. دیدین احمد اومد در ویلا رو باز کرد، یکم زور زد، مثلا انگار مثلا گیر کرده، حالا چند وقتی این در باز نشده، یکم همچین حسی. بلا فاصله خب ببینید بلا فاصله کات میخوره، دقیقا تو همون جهت هم هستا. کات میخوره الی داره در پنجره رو باز میکنه. یعنی اگر بخوایم یکم دقیق تر بگیم دو تا در متفاوت، یک دری که برای در ساختمون، یک دری که برای پنجره ساختمونه، با یک حالت مشابهی تکرار میشه. یعنی یکم علاوه گرافیکی به هم دیگه نزدیک، حرکتی حالا بهتره بگیم، خیلی گرافیکی. میبینید تمام این تمهیدهای انتقالی باعث میشه که گذر از بین این پلان ها خیلی سریع، نرم و به اندازه اتفاق بیفته. اینجا رو ببینیم با هم، ببینید و تمام. حالا من اینا رو کشیدم بیرون، دارم دونه دونه نشون بدم، شاید مثلا کمی تکراری به نظر برسه، ولی وقتی که این به خورد فیلم میره و با فاصله های تنظیم شده با حالا یک ریتم اتفاق میفته، نه تنها اصلا به چشم نمیاد، خیلی هم طبیعی و نرم و روون اتفاق میفته. اینجا هم همینو داریم، ببینید اینجا احمد میاد یه چیزی به الی میگه، جمله‌ای میگه، میره در ماشین رو میبنده. ببینید دیدید بس در رو ولی یه نکته جالب، ببینید اون چیزی که در اوایل تحلیل عرض کردم خدمتتون، ببینید اینجا وقتی در رو میبنده برای حفظ ریتم و یه نکته‌ای که در ریتم مؤثره، اگر دقت کنید چند فریم، یعنی ما بلافاصله بعد از بسته شدن در کات نداریم، برخلاف برداشت ها و نمایی که تا الان با هم بررسی کردیم، یعنی خیلی سرضرب اتفاق نمیفته. یه دلیلی داره، به خاطر اینکه ما وقتی اینجا در رو میبندیم خب وارد یک نمای جدید و حتی زمان جدید میشیم. یعنی اینجا که ما احمد و الی رو در ماشین داریم خب چند دقیقه گذشته از این صحنه، به خاطر اینکه این فاصله رو تدوینگر نشون بده، علاوه تکنیک تدوین ما باید چند حالا نمیدونم شاید بعضی وقتا به ثانیه هم برسه، اما چند فریم نما رو نگه داریم بعد کات بزنیم. اینا دیگه خیلی حالا تخصصی میشه، در جاهای بعدی، ویدیوهای بعدی، در آموزش‌های بعدی من خدمت شما میگم. من صرفا میخوام روی محوریت در اینجا تاکید کنم، اما تفاوتش رو ببینید که همه این کاتا که روی در اتفاق میفته عین هم نیستن. اینم اولش گفتم. یه بار دیگه ببینیم اینجا. سلام مامان. دیدید؟ ببینید چند، نگاه کنید وقتی میبنده خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقریبا 9 تا 10 تا فریم بعد. یعنی اگر ما یک ثانیه رو 24 فریم در نظر بگیریم، نیم ثانیه بعد کات میزنه. این نیم ثانیه خب خیلی ناچیزه ولی در تدوین بسیار بسیار کارآمد و موثر. اینجا هم یک نمونه خیلی خوبه تدوینی داریم. حالا نکتهش هم بهتون میگم که چقدر به فضای فیلم کمک کرده، چیز سختی هم نیست، حتما خودتون قطعا متوجه شدید. اینجا رو ببینید. ببینید ما باز اینجا اولا که اینجا حالا برعکسه، اینجا ما اول صدا رو داریم و یه واکنش، حالا همچنین واکنش از سپیده، بعد که ما صدا رو در واقع ذهن مخاطب میشنوه و واکنش کاراکتر هم میبینیم، حالا ذهن
بلا فاصله این تمایل رو داره که ببینه این صدا برای چی بود. در واقع اینجا بهترین نقطه برای کاته که تدوین خب طبیعیه که کات میزنه. مثلا نکته کارگردانیش چیه سوای تدوین که حالا مشخصه بررسی کردید. خب من چیزی که الان گفتم مثلا کارگردانی اینجا قویه، یعنی این جزء ظرافت‌های کار آقای فرهادی که ببینید وقتی که ادی گم میشه و این فضا ملتهب میشه یه همچین اتفاقی خب انگاری بیشتر رو مخت میره. ما برشی گفتم اون سالها این رو من از خیلی مردم شنیدم که میگفتن کار طبیعیه. ما خیلی همه ما این صحنه‌ها رو تو زندگی طبیعیمون مشاهده کردیم، ها رو به هر دلیلی. خب یه بار دیگه ببینیم با هم. میبینید و بلا فاصله حالا اینم هست، بلا فاصله وقتی که در اینجا بسته میشه ما باز حالا یه چند فریم بعدش میریم و منتقل میشیم به صحنه بعدی. یه نمونه دیگه حالا شب، البته من به ترتیب فیلم جلو نیومدم و الان قبل از اون انتها بس شب و میخوام شام بخورن این جمعیت دور هم. پیمان معادی میاد، حالا اسمش هم یادم رفت تو فیلم، میخواد در ویلا رو ببنده. ببینید از همون در واقع طبق قانون حالا 180 درجه همین در از این زاویه در واقع هم با بسته شدنش نکته اینجاست. ببینید با بسته شدن و با صدای ضربه در کات میخوره به داخل ویلا، یعنی ما رو از بیرون ویلا به داخل ویلا منتقل میکنه با تکنیک و تمهید انتقالی بسته شدن در ویلا. اینجا ما دری نداریم منتها چون یک دونه بود، یعنی یک بار حالا من همین چیزی دیدم. چرا آوردمش توی این قسمت؟ به خاطر اینکه هم به نظرم ارزش داره گفتنش علاوه تدوینی، همین که چون حالا یکی دو تا از این چیزا تو این فیلم داریم گفتم دیگه کاتگوری جدا براش چیز نکنم. ببینید اینجا کاتو ما با ترمز و با صدای ترمز دستی، یعنی صدای کشیده شدن ترمز دستی توسط آقای معادی اینجا بهانه برای کات. ببینید آقا مثلا اسمت چیه؟ دیدین برمیسانی. خب به همین چند تا نمونه در بسنده میکنم، بریم سراغ نکته دیگه. حالا بریم سراغ چیزی که از نظر من حتی جالبتره، جاهای از فیلم که یک جورایی میشه گفت حالا منطق نداره ولی احتمالاً مخاطب متوجه اونا نشد. چرا؟ چون تدوین خیلی بی سر و صدا این اشتباهات رو از جلوی چشممون رد میکنه. این پلان رو با هم ببینیم. خب ببینید دوستان، ما در اینجا بذاریم یکم بریم جلوتر. ببینید اینجا رو اگر ما این دوتا این دوتا برش خب یک صحنه است دیگه، حالا کاری ندارم این یک برداشته این یک برداشته دیگه، یک صحنه رو داره در واقع روایت میکنه. ببینید اینجا وقتی که دوربین در اینجا قرار داره ترتیب کاراکترها رو با هم دیگه ببینید. اولین کسی که به دوربین خیلی نزدیکه خب آقای معادیه خب پیمان. دومین نفر احمده یا همون شهاب حسینی. سومین نفر این منطقیه دیگه، دارم منطقی میگم، شهره است. نفر آخر خانم آزادی بر، درسته؟ موقعی که احمد میاد اینجا یک شیطنت حالا کوچیک انجام میده خب دوربین طبق در واقع خط فرضی میره طرف مقابل در نمای بعدی قرار میگیره. خب اینجا رو ببینید جای این دوتا عوض میشه اینجا، یعنی احمد با شهره جاش اینجا عوض میشه. در نمای قبلش خب ترتیب آدما میشه پیمان، احمد، شهره، خانم آزادی بر، درسته؟ اینجا این دوتا برعکس میشه. ببینید پیمان، شهره.
با اینکه اینجا باید الان احمد باشه، یعنی دوتا برداشت متفاوته. نفر سوم اینجا به جای که شهره باشه احمد، ایشون هم که سر جاش. خب فیلم سازی همینه دیگه، یعنی شما میای یک سکانس و یک حالا پلان و یک حالا صحنه رو برداشت متفاوت میگیری، یعنی همین برداشت ممکنه چند بار اتفاق افتاده باشه، حالا تدوینگر میاد این یه دونه رو انتخاب میکنه. این قدرت تدوینه که این اختلاف رو اینجا میپوشونه. بله ممکنه مخاطب هم متوجه اون باشه اما آسیبی به روایت داستان نمیزنه. حالا اگر اینا دقیق اجرا بشه چه بهتر، خیلی هم خوبه. ما خیلی از این چیزا در فیلم ها در سریال هامون داریم. خب یه نکته ریز دیگه، اینا دیگه خیلی ریزه من دارم بهش اشاره میکنم، ولی من میخوام قدرت تدوین رو به شما نشون بدم که اصلا این چیزا به چش نمیاد. ببینید در انتهای این نمای اول ببینید صورت خانم شهره رو، خب برمیگرده به سمت پیمان، درسته؟ در نمای بعدی صورت در خلاف صورت پیمانه، یعنی به سمت خانم آزادی وره. این هم حالا نکته که خواستم باهاتون در میون بذارم. یک جا ما در این فیلم من یک تغییر پلانی مواجه شدم، تغییرشاتی مواجه شدم که به نظر من منطق زیبایی شناختی اصلا نداره. منتها خب اتفاق افتاده دیگه، دلیلش چیه نمیدونم، ولی هرچی هست نمیشه بگی تدوینگر متوجه این در واقع اختلاف نبوده، ولی حالا شاید خواسته ریتم داستان رو حفظ کنه، شاید اون کنش سکیت در ماشین که حالا حالت هوا داره و حالش بده حتما باید نشون داده میشد و اینا، حالا تن دادم به همین چیزی. حالا من نمیدونم چقدر محسوس بوده واسه شما مخاطبا، ببینید یک بار این صحنه رو، فکر کنم متوجه شدید. ببینید اینجا خب یهو اصلا لوکیشن عوض میشه، یهو اینجا میپریم اینجا. حتی صورت سر خانم سفیده رو نگاه کنید، تقریبا تو یک لحظه خیلی نمای پیوسته و مچی ها. قبل از نگاه کنید اینجا رو، یه تغییری داره، میبینید یک پرش خیلی ریزی داره، ولی در نگاه اول انگار یک کنش پیوسته است، یعنی حرکت اینجا میکنه سر، بعد در ادامه بلند میشه. اوکی، ولی دوتا نمای به نظرم کاملا متفاوتی. شاید اینطور بخوایم بگیم حالا تدوینگر اومده این دوتا نمای متفاوت رو با هم دیگه جوری تعریف کرده که انگار یک برداشت یک دسته بدون قطع دوربین، بدون قطع تدوینی. توی قسمت دوم میخوایم بریم سراغ چند تا از ظریف‌ترین بازی‌های تدوینی درباره الی، چیزهایی که شاید موقع تماشای فیلم اصلا متوجهشون نشیم. مثلا اینکه چطور دو تصویر متفاوت فقط به خاطر شباهت گرافیکیشون میتونن خیلی نرم به هم کات بشن، یا اینکه تدوینگر چطور کاری میکنه نگاه ما حتی وسط یک کات دقیقاً همون جای قفل بشه و بمونه که باید، یعنی حفظ تمرکز نگاه تماشاگر. پس اگر فکر میکنید تدوین درباره الی فقط همین چیزهایی بود که تا اینجا دیدیم، قسمت دوم رو از دست ندین، چون اونجا قراره کات ها رو یک مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم. تا قسمت بعد، یا علیمد.